سلام علیکم. سلام آقا جون. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. محسن اسدی قالهری هستم، معلم بازنشسته، دعوت شده به دانشگاه شهید رجایی کاشان. از سال 78 افتادم تو کار اختراع و تجاری سازیش. اختراعاتم بر مبنای مشکلات جامعه است. مشکلی رو میبینم، دستگاهی رو میسازم، بعد تجاری میکنم و وارد بازار میکنم. میخواستم بگم که اختراع باید از 12 مرحله بگذره تا بتونه وارد بازار بشه. کار بسیار سختیه. به اومدم بگم که کافی است وقتی یه اختراعی به مرحله 12 میرسه یه فیلمی ازش بگیرید به عموم مردم اونو ببینن. اگر دیده بشه خودش موتورش روشن میشه. معذرت میخوام، من پادر دارم، میتونم بشه. بفرمایید. خودش موتورش روشن میشه، بعد مشتری تقاضا میکنه، مشکلش رو حل میکنه. اون اختراع میتونه حتی به خارج از کشور هم فروخته بشه. ارزآوری بسیار زیادی برای مملکت داشته باشه. من پروژه هم رسیده از سال 78 تا حالا به 60 تا. 4 تاشو تونستم تجاری کنم و وارد بازار کنم. 2 تا پروانه بهره برداری بگیرم. خب مشکلاتی هم هست، بسیار زیاده. پیش پای مخترعین، مسئله آموزش هست، گرفتاری‌های خاصی هست. تولید میکنی، خط تولید رو میندازی، بعد میبینی که مشکل ایجاد میشه. بعضی از اختراعات خب بیشتر سر از خارج در میاره. بخشیش هم من میخواستم بگم که از بخشی از دانش آموزای خودم شاید من یه تعدادی هم مخترع درست کردم. خب یه دستگاهی تو تیسوشان پسرونه یه دانش آموزی داشتیم، یه دستگاهی ساخته بود به نام رومینیکا. من بهش گفتم من از روستا میام شهر تابستون، چون من تابستون تو روستام میام کمکت میکنم اینو تجاری کن. خانواده‌اش مخالفت کردن و اون گفت میخواد پزشک بشه، به اون دستگاه موند، همینجوری از من رفت. باید فکری کرد که تمام اختراعات شکل بگیره، اشتغالزایی میلیونی به وجود بیاره، حتی به خارج از کشورم صادر بشه. خب با این تعداد اختراعی که من دارم و شاگردای من قراره که در مورد یکی صحبت کنم. هر اختراعی هم یه قصه داره. یکی از بستگان من دچار بیماری آلزایمر شد و میدونید که بیماری آلزایمری رو نمیشه پوشک کرد. میگیرن میکنن پرت میکنن. من یه تشک طراحی کردم که 35 لیتر در دقیقه از زیر بیمار هوا رو میفرستاد بیرون، بعد اجازه شستشوی بیمار رو تخت میداد و نمیذاشت که باکتریا وارد خونش بشن اگر زخم داشته باشه. اونو استاندارد پزشکی ایران براش گرفتم، یه خط تولیدی هم براش راه انداختم. اما بازم میخوام بگم برای ماها بسیار مشکلات هست و شماها فقط میتونید حلش کنید. یعنی تا خود دولت، تا صدا و سیما وارد این قضیه نشه، این محصول رو نشون نده، عموم مردم نبیننش، موتورش روشن نمیشه. میخوام به تمام مخترعا بگم خودشونو مسلح کنن به آیه 133 تا 134 آل عمران، معرف یه آدم خوب. دیگه خشمگین نمیشن، میبخشن مردمو و تو داری و نداری به مردم کمک میکنن. و السلام. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. اینکه معلمید واقعا باید ایستاده با شما صحبت کرد. شما واقعا خیلی ارزش دارید.